میگه در مدینه میگشتن، کوچه های مدینه را خبر میگرفتن، دیدن همه آرام است، دیدن از مدینه بیرون یک روشنی هست، شخصیت آتش گریان کرده است، علاو کرده است، روشنی هست. حضرت میگه در حال یعنی دو گرفتن به سوی اون روشنی. چی فکر کردن؟ تن مبادا یگان راهزنی نباشه، یگان خیانتکار و دزدی نباشه که قصدی یعنی خیانت و دزدی مدینه آمده باشه. میگه وقتی نزدیک شدن دیدن یک زنی هست، همراهیش 3 فرزند 3 طفل دارد که طفل ها یتیم هستند، بی پدر هستند. اون زن یعنی علاو کرده است، در بالای علاو یک دیگ ماندگی است، درون دیگ کمی آب است، چند دانه سنگ. مادر همونها را میکابه. بعد از اون حضرت عمر پرسیدن، حضرت عمر پرسیدن ای مادر چیکار میکنی؟ این مادر گفتن که این کودکام، این طفلهام یتیم هستند، گرسنه هستند، چیزی خوردنی نداریم، ما گرسنه هستند، از گرسنگی را خوابشون نمیبره، اینها را من به گپ گرفتم. اینها گویا فکر کنن که مادرمون اوقات کرده است میخوریم تا اینکه خوابشو ببره، خوابشو نمیبره. بعد میگه این زن یک جمله گفت این عمر خودش در خواب استراحت است، خودش خورده سیر در خواب استراحت است، نمیدانه که زیر دست ها و قومش چی حال دارن، نمیدانه که یتیم های دورش گرسنه هستند. میگه حضرت عمر وقت این سخن از این زن شنید وجودش لرزه گرفت، وجودش لرزه فرا گرفت. این زن نشناخت حضرت عمر. در حال میگه گشت دو گرفت به سوی بیت المال. بیت المال خزینه اسلام است، اون خزینه و ذخیره که یعنی مالهای اسلام اونجا گذاشته میشد. آمد دری اون میگه بیت المال ازد، شخصیتی که اونجا پاسبان بود، نگهبان بود، در کشاد، دید حضرت عمر یعنی پادشاه امیر المؤمنین. گو حضرت در این شبی تنجی هست؟ گفت در کشاد. گو جای آردها در کجا هست؟ گو حضرت در فلان جا. رفت حضرت برداشت، میگه قاپی آرد برداشت، در سر کتفش برداشت. این شخصیتی خدمتگار پاسبان گو حضرت گو بگذار من میبردارم، من سر کتف کنم. میگه حضرت بسوش کاهش کرد. گو آیا تو در قیامت گناه های عمر میبرداری، به گردن میگیری؟ میگه حضرت گرفت خودش دوان به نزد این زن آمد، به نزد این زنی که گرسنه هست آمد. میگه به دستهای خودش در اون دیگی که علاو کرده بود حضرت خمیر کرد. میگه در اون علاوش در اون آتش نان پخت. این زن میگه برادر بس است ای برادر بس است، دوامش من خودم میکنم. حضرت عمر گفتن نه. گفتن چی رنگه که من گریه این طفل ها را دیدم تا اینکه خنده اینها را نبینم من از نزد شما دور نمیشم. میگه نان میپخت، میشکست، در دهان کودک ها میگذاشت، کودک ها خوردن، خرسند شدن. میگه این زن یک جمله گفت، گو ای برادر، گفت کاش که در جای عمر تو امیر المؤمنین میبودی، کاش که در جای عمر ابن الخطاب تو میبودی پادشاه مسلمان ها. حضرت میگه چیزی نگفت، سر خم کر خجالتمند. پرسید گو ای مادر آیا از عمر شکایت داری؟ این زن گفت که بین من و عمر خداوند خودش در قیامت حکم میکند، احکم الحاکمین است. من میدانم در نزد خداوند چی بگم از روی عمر. میگه حضرت عمر چیزی نگفت، سری خم گشت آمد به خانه را تا سحر گریان خواب نرفت. این زن پرسید برادر تو کی هستی؟ گفت فردا بیای. گفت در همون جایی که حضرت عمر منو میبینی. گفت این زن وقتی آمد دید که شخصیتی که شب خدمتشون میکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خودش است. بعد از آن گفت ای مادر هر چیزی میخواهی، هر چیزی میگوی، من این لحظه به گردن میگیرم، از تو بسیار التماس میکنم که در نزد خداوند از من شکایت نکن. من از حالت شما من ببخش، من از حالت شما خبردار نبودم.